سلام علیکم. من تو گلشهر کرج هستم، جلو مترو. از مترو که میایم بیرون، صاف بیایم بیرون، بعد از خیابون طرف چپ که بیاید، اینجا یه دونه کافه رستوران هستش، سنتی بی ستون. آره. اینجا پله میخوره میره پایین، بعد درش هم به طرف تو باز میشه. اول که میاین تو اینجا غذا حاضر است. کافه رستوران گندم با مدیریت جدید. ببینید چقدر قشنگ و سنتیه، پر گل و گیاه هم هستش. اینجا هم که دود میبینین گرفته برای اینکه اسفند دود کردن. خیلی جالبه. بعد تمام میسندری با مخده و اینا گذاشتن. بعد چقدر سنتیه، خیلی عالیه. بعد تمام دور بره ببینید قشنگ. اینجا هم یه چیزه که آب توش رد میشه. گذاشتن اینجا، بخاری هم اینجاست گرم و نرم. بعدم اون گوشه هم میره دستشویی دارم بریم. غذام که من میدونم حتما خیلی خوشمزه است. شما از در مترو که میایین پر متاسفانه غذاهای آشغاله که براتون خوب نیست. قیمتش هم همونه که بیاین تو رستوران بخورید. چه بهتر که آدم بیاد یه ذره قدم بزنه بیاد این مرتبه غذا بخوره. یادتون نره قبل از غذا همیشه آب بخورید، برای اینکه مغز شما فرق تشنگی و گرسنگی رو نمیدونه. برای همین غذا رو هول میخورید، داغ میخورید باشه. یه شیشه نصفش آب بخورید، نصف بیشترش آب بخورید قبل از غذا. موقع غذا کمتر میخورید باشه. یا علی.